روزی مرد از کار خیلی دیر برمیگردد و چون هر وقت خسته شده بود در نزد در او را پسری 5 سالش انتظار بود. پدر، از شما یک چی را پرسم؟ پدر باشد: البته، جانم چی شد؟ ماهانه شما چند است؟ یعنی اویلیک شما چند است؟ این به تو دخل ندارد بچم. و برای چی میپرسی؟ التماس دانستن میخواهم میگوید. خیر، 500 سامان است. چرا میپرسی؟ پدر، شما با من 200 سامانی داده میتوانید. خیلی ضرور است. پدر باشد در اول البته راضی نشد. گفت تو مبلغ رو چی کار میکنی؟ ولی پسرش زوره کرد او رو راضی کنند توانست و در آخر پدر گفت در خانه خودت انتظار شو، من پول رو میبرم. پس از یک چند دقیقه پدر پول رو به پسرش آورد داد و دید که پسرش از زیر بالین پولهایش رو گرفته می شمارد. پدر حیران شد و پرسید تو خود پول داشتی کو؟ پس چرا باز از من هم پول گرفتی؟ من پول دارم، گفت فرزند، ولی آن کفایه نیست. حیران شد. در همین وقت همه پولهایش را جمع کرد و گفت انا 500 سامانی به پدرش داد. چرا این رو به من میدهی؟ گفت پدر، اینجا 500 سامانی پول است. من میتوانم 1 ساعت وقت شما را بخرم. شما میتوانید پگاهی بر وقتتر از کار برگشته با ما یک جای خوراکی بگاهی خورید. به فکرم حکمت حکایه معلوم است. نسبت فرزندان خود به اعتبار نباشید، زیرا آنان احتیاج به مهر شما دارند.